بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب المبادئ المفیدة في التوحید والفقه والعقیده، یعنی سرآغاز مفید آیدی توحید و فقه و عقیده از آن شیخ علامه محدث ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله حق سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. درسی ما آغاز می‌یابد تحت رقم 16. شیخ می فرماید حفظه الله تعالی: فاذا قیل لك ما تعریف الاسلام، پس اگر تو را پرسند تعریف اسلام چیست، یعنی اسلام چی معنا دارد، فقل هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والدليل قول الله تعالى. پس در جواب چنین بگو: اسلام در توحید تسلیم الله شدن و در طاعت سر فرو آوردن و از شرک بی آلایش بودن است و دلیل سخن او تعالی است. اساساً بهتر آن است که ما تعریف دیگر نمودی تعریف رو بگویم: الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك و اهله. گفتن خوبتر است، یعنی از شرک و از مشرک ها پاکیزه و بی آلایش بودن را میگویند. و دلیل قول الله تعالی، دلیل سخن او تعالی است: فإلهكم إله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين. پس معبودی شما معبودی یگانه است و برای او تسلیم شوید و به فروتنان بشارت ده. سوره حج آیت 34. و قوله و سخن او تعالی است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده از الله آن گونه که شایسته ترسیدن است از او بترسید و ممیرد مگر این که مسلمان باشه. سوره آل عمران آیت 102. و شیخ می فرماید که فاذا قیل لك هل دین الاسلام کامل ام یحتاج الى تکمیل، پس اگر تو را پرسند آیا دین اسلام کامل است، یعنی پر است، یا که به تکمیل احتیاج دارد، یا که دین اسلام محتاجه که او را از پیش خود یگان چیز علاوه کنی. فقل هو دین کامل و دلیل قول الله تعالی. پس در جواب چنین بگو: اسلام دینی کامل است، دینی بی نقصان است و دلیل سخن او تعالی است: اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را برای شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم. سوره مائده آیت 3. این بود بارک الله فیکم درسی امروزی ما، آنجا که شیخ حفظه الله تعالی می فرماید: فاذا قیل لك ما تعریف الاسلام فقل هو الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك او البراءة من الشرك واهله والدليل قول الله تعالى: فإلهكم إله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين. وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الشيخ: فإذا قيل لك هل دين الإسلام كامل أم يحتاج إلى تكميل، فقل هو دين كامل والدليل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نكتفي، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.